درس امروز هست 2015 04 03 نه؟ درس سیویل انجینیرینگ، درس های مهندسی عمرانی. طرح جاده است. یه طرح جاده است. چه چیزایی تو طرح جاده هست؟ یه چیز مهمتر، درس قبلی رو خونده بودیم، درس دیگه از سیویل انجینیرینگ نقشه برداری که نیو رو خوندیم، تئودولیت رو خوندیم و عادت کردیم تراس چیه، به تراس یعنی آگاهی داریم. حالا کلا اول در هر پروژه معماری، شهرسازی و آماده سازی، مخصوصا در لول آماده سازی ما نقشه که احتیاج داریم نقشه چیه؟ توپوگرافی خیلی مهمه، چون بر مبنای نقشه توپوگرافیه که ما جاده ها و مثلا میبینیم چه سطح، مثلا یه زمینی داریم به این طریق، اینا شیب باشه، مثلا فرض کنیم این 1920، این 1930، این 1940، این 1950 متر از سطح دریا، 1960، 1970، 1980، 1000 و بعد پلات لاینمون چیه؟ مثلا یه همچین زمین به هر دلیلی یه زمین یکی خریده به یه آرشیتکت یا یه شهرساز داده که اینو طراحی کنه. اشل مثلا فرض کنیم هر 100 متر هم انقدر باشه تو اینجا پروژه. در هر دو طرف یه محورهایی داریم که معمولا این نقشه رو چی کار میکنه؟ گرید بندی میکنه. خب ما جاده تا بلافاصله این گریدا رو میفهمیم که جاده که اگه بخوایم برای این پروژه به هر دلیل بذاریم روی این لول ها خوبه بذاریم، موازی این لول ها، شیب کم. اگرم بخوایم به یه دلیل وارد این زمین بشیم، خلاص فرض کنیم جاده اصلی اینجاست، مثلا یه جاده اصلی اینجاست، خلاص باید تا بالای کوه بریم. طریقه رفتن به بالای کوه اینه که مثل دقیقاً ما از این شیب اگه عمود بریم شیب تند، اگه 10 متر تو این مثلا اختلاف 50 متر مثلا افت کرد. برای شیب ملایم همیشه چیکار میکنیم؟ ما سعی میکنیم کج بریم، اینجوری بریم، اینجوری از اینجا به اینجا این 10 متر رو کردیم ولی با طول بیشتر، به جایی که اینقدر بریم از اینجا اومدیم. وقتی وتر یعنی طولش زیاد میکنی این دیگه کم کم داره. معمولا در پروژه کوهستانی، در شهرهای کوهستانی جاده مارپیچ، دلیل مارپیچ بودن جاده اصلی اینه. حالا ما یه پروژه داریم که به جای یه طرح مارپیچی از اول اومده چیه؟ تق اینجا از اینجا اینو برده که این بسیار غلط بود. اگر تو اون زمین میخواستن جاده سازی درست بکنن به هم دسترسی کنن، تازه شهرم خیلی قشنگ میشه، مثل تمام شهرهای کوهستانی، مثل مونت کارلو، مثلا فرض کنیم پوزیتانو، تمام شهرهای تو کوهستان جادهش مارپیچی. کافی بود که این کارو بکنن و بعد اینجاها این پلیت های هم که مورد نیازشون برای پروژه ها توی پلیت ها انجام میشد. یک جاده بسیار منضبطی داشتن و این اتفاق نمی افتاد که یک نفر مثلا کسی که فکر کنم دانشجوی معماری بوده که نه تحلیل ویو کرده، چون بهترین ویوی اون پروژه اینجا بوده، اینجا شهر همدان بوده، اومده یه مجموعه‌ای رو ساخته که اصلا تنها چیزی که نمیدونن شهر همدانه، تاش اینجاست. یعنی به جای ویوی اینه، ویوی واقعی اینجا بوده. شیب اینطوریه، جاده درست در بدترین شیب رفته بالا. باد در زمستون کاری کرده که تمام سایه بیفته تو خیابونی که ساختمونی رو مثلا اینجا گذاشته، خورشید اینجاست تو زمستون، ساختمون اینجا، جاده اینجاست. این جاده خب در برابر خورشید همیشه تو چیه؟ سایه است. اینجا همیشه شادوست، سایه است. باد در بیشتر آنالیز بادی که میکنیم بیشتر در زمستون، فصلهای 3 ماه زمستون باد درست روی این محور در حال، این اگه من این پروژه رو بگیرم، این کاری که کردن طراح اون پروژه قبل پروژه این ساختموناست، اینجا یه جاده گذاشته،
باد هم جالبیش اینه که در این جهت میورزه، یعنی در زمستون اینجا این خورشید اینجاست، اینجا تمام میشه سایه. مبحث بعدی که اتفاق میفته، باد دقیقاً روی محور حرکت داره میکنه، شمالی جنوبی داره حرکت میکنه. از گلبادشو بگیریم، گلباد اصطلاحاً این شمال جنوبه، گلباد به فصلهای مختلف و زمانهای مختلف و مثلا میان گلباد میکشن. مثلا بعد تو میفهمی مثلا در کدوم فصل مثلا باد از این جهت میاد. این اگه شمال جنوب مغرب مشرق باشه چه اتفاق میفته؟ در گلباد تمام آمدن آنالیز کردن فصلهای مختلف و گفتن مثلا هر فصلی در اگه بگیم 365 روز یا سالهای مختلف رو هر کدوم از مدرجا، مثلا فرض کنیم در اگه اینجا بگیم مثلا فرض کنیم بهار تابستون 4 تا فصل کنیم، مثلا در تابستون اگر باد در این جهت بوده معین کردن در تابستون کجاست. در گلباد تابستون داریم، زمستون داریم، همه چیز. خلاصه در اینجا برف میاد، آب و هواشناسی رو برین 4 تا 15 درجه زیر صفره. برف تو زمستون در همدان میاد، تو اینجا برف میاد، باد روش میاد، باد باعث سوز شدید رو برف میشه، سایه هم هست. یعنی این خیابون کاملا یخ میبنده. چیزی هم که گفتیم بدترین حالت شیب و رفتن، یعنی درست ضد شیب یه جاده زدن. شیبی که اگر حالا با هر مهم نیست که اینقدر خاک برداری کنن بالا پایین، آخر مثلا به شیب 13 14 15 که خیلی مال رامپ مال جاده معمولی نیست برسن، حالا حتی رسیدن چه اتفاق میفته؟ یعنی تو در یک رامپ ماشین رو در حقیقت داریم، یعنی نه در یک خیابون، و چی؟ سایه، برف روش نشسته، یخ زده، سوز داره، همه مردم از این جناح باید وارد بشن. اینها چیزهایی است که توی ما در تحلیل ویو هم نداره. ولی یه جایی تو به خاطر مثلا یک جای کوهستانی میخوای تپای برفی رو ببینی، پیست اسکیه، به هر دلیلی ویو اونقدر قویه که ممکنه حتی از نور بگذری. بگی مهم مثلا یک کوه پیست اسکی میخوام همه مثلا یه رستوران دارم که همه پیست اسکی میان پایین رو ببینن. اونجا ما همیشه یه نقشه‌ای داریم که آخر باد ویو توپوگرافی، همه اینها سان خورشید، همه اینها رو توی یه نقشه به نام سنتز DWG دراینگ می‌ذاریم، یعنی همه رو هم می‌ذاریم. یعنی مثلا در نقشه اگه این شمال جنوب باشه میگیم که مثلا این زمین رو میذاریم چون میگیم ویو خوب اینجاست، این ویو آنالیزش میگیم این ویو خوبه. میگیم باد قالب مثلا از اینجا میاد در فصل خاص، در تابستون از اینجا میاد، در زمستون از اینجا میاد، در پاییز از اینجا میاد، در هر فصلی از اینجا. در تابستون خیلی خوبه بادو تو کوچه ها بذاریم. اگه هنر داشته باشیم بادی که از روی کوههای برفی و کوههای خنک بالای همدان میاره، شاید حالا اونا مطالعه میخواد، ولی بهتره جریان به معروف رک‌های ما، کوچه ها، مسیرهای ما تو جهت باد بیفته. به جاش زمستون نباید تو مسیر باد بیفته. خورشید مثلا خورشید ما آنالیز خورشید میگیم تابستون از اینجا شروع میشه اینجا تموم میشه. باز تو همین وجود داره، خورشید از اینجا میاد در تابستون، در زمستون از اینجا. باز ساختمونی اگه اینجا بذاریم زود آنالیزش میکنیم اگر مثلا وجود داره. در اینجا درست این ساختمونه در پروژه که بریم اینجوری گذاشته شده، یعنی این در نقشه اصلی زمین اینطوریه، شمال جنوب اینطوریه، اینجاست نقشه. یعنی این در حقیقت اگر اون زمین خودمون بگیریم شمال اینجاست، جنوب اینجاست، یه ساختمون اینجا گذاشتن، خورشید گفتیم تو چیه؟ تو جنوبه. چه ساعتی هم در زمستون دیر طلوع میکنه و زود غروب میکنه، یعنی همیشه این بر میفته که خودش باعث شده که این اتفاق. سنتز دراینگ بسیار مهمه. گفتیم الان در این پروژه منطقی بود، مثل تمام جاده هایی که تو کوهستان هستن شیبا اینجوری کرده. این شیبا به اندازه نیست که در سطح تراس، شیب بسیار ملایم، خیلی هم خوبه برای جمع‌آوری آب‌های سطحی. ما سطح صاف هم زیاد خوب نیست چون بارندگی که میشه باید جوب‌ها یک سیستم هدایت داشته. خوبی این پروژه یک شیار در حقیقت یه دونه دره این ورشه، یه درم این ورشه که آب‌های این دو طرف آخر باید بریزیم تو اون دره‌ها. یعنی این یه پروژه کوهستانی بوده که به هر دلیلی این ور این ورش دو تا دره است، پس آب‌های سطحیمون رو ما باید جمع‌آوری کنیم. اینها بحثایی است که تو سیویل انجینیرینگ میشه.
و خب یه آرشیتکت هم حتما واحدهای سیویل انجینیرینگ داره مثل جاده سازی. حالا بحث اصلی ما پروفایل همین جاده‌ای که زدن رو می‌خوایم مطالعه. اولا ما در پروفایل ها چی داریم؟ یه نقشه داریم به نام نقشه مسطحه. در نقشه مسطحه اگر مثلا این خیابون دیزاین کردیم، این مثلا جوب آبشه، این پیاده روشه، از بالا همه بعد اینم باز هر مثلا 5 متری 10 متری به اندازه‌ای که پروژه چقدر گنده باشه یا کوچیک باشه، شیبش عوض بشه یا نشه، معمولا در جایی که شیب جاده رو عوض می‌کنیم، مثلا یه جا شیبمون 2% میشیم شیب 3%، میشیم 4% تا شیبای مجاز. چیکار کنیم؟ اونجا نقطه عطف بمونه. نه که اگه یک شکل باشه پروفایلمون رو یک شکل نمیزنیم. اینجا جایی که بعدا مثل نقشه‌های معماری اگه من اینجا درختم مثلا بکارم برای که احساس کنه خیابونو بگیریم، اینجا آدم بذارم که داره تو پیاده رو راه میره، بیشتر احساس میکنه. اینا مثل سکشن نیست که تو معماری ما میزنیم. به این پروفایلی که این ور میزنم بهش میگن پروفیل های ارضی. به این ور مثل باز معماری بهش میگن پروفیل طولی. دقت کنیم فقط در پروژه ها، چون بعضی وقتا مثلا یه جاده سازی داریم، مثلا اینجا 1 کیلومتر جاده است، خب این چه اتفاق افتاده؟ مثلا فرض کنم این در 1 کیلومتر 10 متر رفتیم بالا، خب 1 کیلومتر تازه این میشه 500، این میشه 250، این میشه چند؟ 125. 10 متر اینقدر اصلا نقشه نمیشه کشید. اسکیل زد مثل سکشن اسکیلش فرق داره. اگر مثلا این 100مه، 1000مه، 1500مه، اون میشه یک مثلا 20، 5 برابر، 20 برابر، 30 برابر گنده تر. برای همین اگه یه نقشه اینجوری دیدیم تو پروفایلش یعنی اینجوری شده، زیاد تعجب نکنید، این اشلش عوض شده. تو زد اشل چه؟ برای اینکه باید یکی که میخواد خاک برداری کنه، یکی میخواد خاک ریزی کنه، میخواد روی آسفالت ببینه چیه، باید اینا رو بخونه. معمولا هم جاده 3 تا خط داره، میگه طبیعی این بوده، خاک طبیعی. اول نقش بردار رفته وضعیت طبیعی زمین، گراند لول چه جوری بوده، بعد مثلا روش اول یک میکوبن، بعد یک لایه‌های به نام ساب گرید میریزیم، روش یه بسترهایی میسازیم با مثلا برای که آب و ماب و اینا به بالا نیاد جاده رو خراب نکنه. اول گیاهایی باید همیشه خاک ارگانیک رو ورداریم. به هیچ وجه تو زمین اول خاک ارگانیک که خودش علف و ملف و اینا داره موجود خراب میکنه، خاک ارگانیک برداشته میشه. بعد خاک ارگانیک یه بار کمپکت میشه، بعد زیر اساس ساخته میشه. زیر اساس دونبندی درشتر، اساس مثلا شنه، دونبندی ریستر، بعد هموارم کمپکت شده با گریدر میاد گریدش میکنه، لودر میریزه گریدر گرید میکنه، یه دستگاهی میان قلتک میزنن میکوبنش تا جاده. اگه جاده زیر اساسش خوب کوبیده نشده باشه حتما پر از چاله چوله میشه. اگر هر کدوم بعد قسمت آخرم آسفالت میریزن، آسفالت معمولی، آسفالت بتونی، انواع مختلف آسفالت. بعد چیه؟ اون خط پروژه رو باید کسی که میخواد اجرا کنه باید پروژکت لول داشته باشه. ما که معماریم همواره درخواست می‌کنیم پروژکت لول پروژه رو بدیم به ما، چون خیابون ها تو پروژکت لول ها برای ما مهم نیست زیر اساسش چی بوده، خاک طبیعی چی بوده، ولی پروژه آخر ما ساختمونامون رو باید به خیابون وصل کنیم. خیابون هر جایی هست، ممکنه خیابون اینجا باشه، ما یه خونه می‌خوایم اینجا بسازیم. خب اولا همواره باید یک کم خونه از خیابون بالاتر باشه که آب توش نیفته. ممکن در یه پروژه کوهستانی خونه بیاد پایین، ولی باز که رسیدی پایین خونه مثلا حتی شده 30 سانت باید بالاتر باشه، 30 سانت از لول آخر، که اگه بارندگی اینجا شد آب نیاد تو خونه. این اول از همه. ولی کلا ممکن پروژه های جاده اینجا باشه، اینجا کوهستانی باشه، تو یه خونه‌ای تو این لول ساخته میشه. فقط مهمش اینه که وقتی به لول اینجا باز یه رودی، یه پیاده داره، ساختمون باید کمی بالاتر قرار بگیره. تو یک سری زوایای مثل ایران سعی می‌کنن 120 تا 180 سانت برای زیرزمینا که یه نورگیری کمی داشته باشه ولی نتونه ساختمون بسازه. ضوابط شهرداریاست که میگه چقدر اجازه داره این بره بالا پایین. ولی در کل نباید مماس باشه، چون آب برای بارندگی و با شرایط آب و هوایی اتفاق. پس پروفایل طولی ارزی، طولی اینه، ارزی هم پروفایل هایی است که باز محور زد داره. معمولا این دیگه دو لول نیست چون عرض کمه دیگه. در عرض خیابون مثلا 12 متری میفهمیم مثلا چند تا باند داریم، اینجوری شیب داره میاد اینجا، مثلا جوب آبه، اینجوری میاد پیاده روست، اینطوری. تمام این چیزاشو معمولا
حالا هر جا جدولای این خیابون. بعد حتی اینجا ممکن بگین کانالای تاسیساتی مثل آب، برق، تلفن، اینترنت. بعدم حتی به تو ممکنه اینجا یه سیستم خوب به تو میگه گیت لول چیه. اگر اینجا یه خونه یه پلات اینجا داره، میگه این پلات گیت لولش مثلا 20 سانت از اینجا باید بالاتر باشه. ولی اینجا رود، این سکشن اصلیمون اینجا لول چیه؟ رود لول روی آسفالت وسط داده میشه. بعد اینجا میگه یه شیب کوچولو داره، مثلا اینجا مثلا 1920 از سطح دریا، اینجا ممکنه مثلا به خاطر یه شیبی داده 5 سانت 10 سانت پایینتر 1900 مثلا 19/80 باشه. پیاده رو باشه 1980 مثلا ممیز یه چیزی، گیت لول 30 سانت بالاترش. یعنی در کل به این هم میگیم چی؟ پروفیل ارضی. حالا تو نقشه‌های اجرایی هم سیر اساس همه اینها گفته شده. این هم باز گفتیم بکشه، یه ذره پررنگش کنم. پس ما به چی آشنا شدیم؟ آشنا شدیم به نقشه مسطحه که هر آرشیتکت اول چه جوری اول باید خیابونه کشید. خیابونا هم 5 لول خیابونی داریم. خیابونا که به بنبست میرسن، به یک واحد همسایگی میرسن، اونا معمولا 7 متر عرض دارن، 2 تا 3.5 متر بهشون بان میدن. در بعضی جای روستایی ممکنه 4.40 باشه، در آلمان کوچیک‌تر هم میدن، ولی خب پارکینگ جا نداره. ولی معمولا 7.5 متریه. با این ور اون ورش ممکنه به 1.5 متر پیاده رو بدن، به یه چیزی بوده 10 متر برسن. این همسایه در حقیقت به این ترتیب. پس اولین خیابونی که وجود داره خیابون چیه؟ در حقیقت بنبستا و همسایگی بهش میگن. چند تا همسایه اینجا پلو هم قرار دارد. این همسایه ها به یک ممکنه رینگی برسن، مثلا پروژه های اسپرینگ که این مثلا 40 تا 50 تا واحد مسکونی اینجا اگه ویلا باشه، این ورش ممکن دورش دریاچه باشه، ولی این رینگ پیه. بعد از یک رینگ اینا رو جمع کن، اون از این یک کم بزرگ، اگه این 7 متر، اون خیابون مثلا 12 متر، یک درجه میره بالا. مرکز اینجا باز مثلا اینجا هم واحد مسکونیه. مرکز اینجا هم همیشه یه چیزی وجود داره به نام مرکز همجواری. در مرکزهای همجواری ممکنه یه مهد کودک، یه سوپرمارکت، یک سری چیزهایی که نیاز پیاده همه بتونن برن در یه شهرسازی خوب وجود داره. بعد از این با یه خیابونی میاد، حالا از این ممکنه ده‌ها نوت‌ها اینجا دریاچه ها باشه، هرچی باشه، به یه خیابونی که همجواری ها رو با هم وصل میکنه. از چند همجواری یک محله به وجود میاد. محله از چند همجواری به وجود میاد و این خیابون میشه خیابون محله. باز اگر کوچیک کنیم اینا همجواری بودن، این محله بوده، محله ها بعد با یه دونه خیابونی به چندین محله دیگه وصل میشن. به این چند محله اصطلاح شهرسازیش ناحیه است. در محله دیگه دبستان وجود داره، در محله سوپرمارکت بزرگ وجود داره، در محله اینه، در ناحیه دبیرستان وجود داره، در ناحیه بانک وجود داره. به ترتیب سلسله مراتب اینا خیابون‌هایی که اینا رو به هم وصل میکنه بزرگتر و بزرگتر میشه. در هنوز با ممکن تقاطع همسط داشته باشیم، یعنی چراغ داشته باشیم، چیزهای مختلف داشته باشیم، ولی وقتی که میریم یه درجه بالاتر، ناحیه‌ها چند ناحیه چی رو میسازه؟ منطقه رو میسازه. منطقه ممکنه بین 200,000 تا 1 میلیون جمعیت رو، مثلا تو ایران منطقه ایران بعض وقتا بین 400-500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت داره. مثلا منطقه شمرا، منطقه 22، منطقه 20 که دیگه در اونجا دانشگاه وجود داره، تمام اینا. مرکز چند منطقه مرکز شهره. قدیم ها مرکز شهرها قسمت هیستوریکال شهر بودن. حالا در شهرهای مدرن مثل شانگهای اینا خیلی وقتا مثلا مرکز شهر رو به وجود میارن. سیتی سنتر ها تو اونجاست، موزه ها، شهر دانشگاه ها. حالا به مرکز ممکن ببرن بیرون. منطقه ها حتما باید با هایوی به هم وصل بشه و دسترسی ها اصلا چراغ نیستن، غیرم، چون منطقه یک جمعیت 1 میلیونی رو میخواد به یه جمعیت 1 میلیونی به جمعیت دیگه. اینها دیگه سطحشون اصطلاحاً میگیم جاده ها همه هایوی هن، همه تقاطع غیر همزن، اینترچنج دیزاین شده. اگر
مثلا چند تا منطقه رو ما داریم به هم وصل میکنیم به کمک یک هایوی یا چندین هایوی موازی. این وقتی میخواد وارد خیابون منطقه‌ای بشه که منطقه‌ای بره به خیابون ناحیه‌ای بره خیابون همجواری بره به خیابون چی، درست مثل بدن از رگ‌های بزرگتر سیاه رگ شاهرگ‌ها میایم به رگ‌ها، میایم تا آخر به مولرگ‌ها میرسیم که آخر مولرگ به سلول‌ها غذا انرژی میده. به این میگیم نتورک آنالیسیس. تمام ترافیک‌ها اینا آنالیز میشه، خیابون‌ها طراحی میشه. درست همین تو فاضلاب اول نتورک آنالیزر تو اینجا وجود داره، تو خیابون‌ها وجود داره که آن نتورک آنالیسیس. تو فاضلاب خونه وجود داره، تو آب خونه وجود داره، تو ساختمون سازی نتورک آنالیسیس. همه اینا آخر یه پروژه بارا از سقف‌ها میاد به تیرا میاد به ستون‌ها میاد به هی بزرگ میشن فونداسیون تا میره پایین پخش میشه. همه در حقیقت ما همواره در دنیا، تو دنیای اینترنت از یک یوزر میره به چند یوزرها. همین شهرسازی رو برای چی بیل گیت خودش میگه آرکیتکت، من سیستمم؟ چون آخرش معماری یه سیستمه، معماری یه شبکه انسان کار میکنه و چطوری موزون بمونه، چطوری پایدار باشه، معماری پایداری بده که نگهداری بشه، بمونه، سلامتیشو نگه داره، ضد طبیعت نباشه، ضد این نباشه. موضوع کار یک شهرساز معمار خواهد بود. الان داریم پروژه در حقیقت جی ام سی تی رو تامیز کنیم. یه جاده اصلی زدن که با رنگ آبی قسمتشه، بعد قرمز رفته تا بالا به نام شماره 1 و 2 قطعاتش بعد تو پروفیلایش خواهیم دید. اینجاها من چیشم دقیق نمیخونه، یک چند تا شیباشو ببینیم چنده. مثلا اینجا مثلا 14 درصد 13 16 اصلا 16 دیگه حتی برای رامپ معمولی، برای رامپ که تون میری تو پارکینگ سر پوشیده است، برف روش نمیگیره، سایه روش نمیگیره، اوکی نیست. این شیب اصلا غیر قابل، اصلا لوجیک نیست. کلا حالا در هر صورت به این اتفاق افتاده، این شیباشو تو پروفیل طولیشو داریم، تو پروفیل ارزیش هم زده شده که مثلا این همین جاده یک در پروفیل ارزیش هم ما اطلاعاتو داره. خود همین اتفاق افتاده، چیز پیچیده نیست. وقتی این پروژکت لولش این باشه، خب شیبش گفته باشه، این شیبو ما داریم دیگه، شیب تندی. اصلا شیبای این پروژه منطقی دیزاین نشده، اصلا جاده کوهستانی جاده است که مارپیچه، نه جاده که عمود بر شیب بره بالا. این اشتباه اصلا خیلی کودکانه شد.